میخواهم که در دانشگاه دولتی سلاویانی تاجیکستان و روسیه داخل شوم. سپاریدم، نصیب خدا خواهد اگر جوابش بیاید. راستی گپ جکشن دانشگاه رو انتخاب کردم. یکی از اونها دانشگاه ملی میباشد که سیم کلاستر و ترجمان خصوصا. دانشگاه سلاویانی. برای چی محض همین دانشگاه؟ درسش با ما از دیگر دانشگاه ها مثلا چی فرق دارد و چی برتریت دارد؟ به فکرم فرقیت ندارد و وای خودم کسی کسب اختصاص خودم کسی. کدام اختصاص؟ وای فیلولوگ ترجمان. دانشگاه دیزاینری صنعت تصویر و دیزاین تاجیکستان. برای چی محض همین دانشگاه؟ برای آنکه دوست دارم. دانشگاه پدینستور. برای چی محض همین دانشگاه؟ آذر من نمیدونم چون که من در خطای هم سپردم، دولتی خطای هم سپردم، جواب اون آمده است. حالا در اینجا سپردم که اگر که آنجا که نشود در اینجا سپرم پریوات گرفته به دیگر دولت روم. دانشگاه ملی تاجیکستان. برای چی همین دانشگاه؟ برای ما همین دانشگاه ملی به من پسندتر است از دیگر دانشگاه. برای همین چی برتری ها دارد مثلا از دیگر دانشگاه ها؟ از دیگر دانشگاه مثلا باز در جای معین جای دارد و معلم های بهترین چیزی که من می‌دارم در همونجا درس میدهند و من میخوام در اونجا تحصیل کنم. دانشگاه آموزگاری تاجیکستان. برای چی محض همین دانشگاه؟ برای اینکه دانشگاه پسند بود. چی برتری دارد مثلا از دیگر دانشگاه ها؟ خوبی ها؟ خوبیش در این است که آموزگار میشه. آموزگار بودم. دانشگاه ملی سلاویانی دانشگاه زبان ها، دانشکده زبان ها. برای چی محض همین دانشگاه ها؟ برای آنکه اگر در آن دانشگاه تحصیل کنیم میتوانید در تمام ساحه ها کار و فعالیت کنیم. در دیگر دانشگاه ها چی؟ در دیگر دانشگاه هم همین طور اگر مثال پدینستور باشد اگر میتوانید در ساحه آموزگاری کار کنید بسیارتر. دانشگاه ملی که بین المللی بگویم دیپلمش که تمام ساحه با کار کردن ممکن.